امروز قراره از کهنه فروشی بهترین و ارزون ترین وسایل رو بخریم، حتی گوشی موبایل. سلام عشقای من، آقا خیلی خوش اومدی به این ویدیوی خفن جذاب جدید دیگه. بچه همونطور که دیدی پشت سر من البته الان معلوم نمیده کلی وسیله خریدیم و قراره داخل این ویدیو همشون رو بررسی کنیم، ببینیم که به چه صورت کار میکنن و آیا کار میکنه یا نمیکنه. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو به دوستاتون هم معرفی کنید که نظرتون رو میخوام درباره محصول عجیب غریبی که داخل کهنه فروشی کرمانشاه ما پیدا شد بگم. گوشی A15 ما خریدیم بچه‌ها. دیگه گوشی A15 خریدیم، بچه منتظر چی داره من بیا برو ویدیو رو لایک کن. ببخشید که این چند وقت رو فکر کنم حدود 12 روز ما داخل یوتیوب فعالیت نکردیم. بچه یه سری مشکلات واسم پیش اومد که حالا بعداً بهتون میگمش. و اما بچه من میخوام یه ویدیو خفنم در راه، البته اونو بذار اونو قشنگ مونده ویدیو هایی. این 12 روز هرچی فعالیت نکردم اما ویدیو رو رکورد کردم و فکر کنم 3-4 تا ویدیو من تو اون 12 روز رکورد کردم که حالا ویدیو تک بیرون میاد. آقا برو بریم. خب بچه ها میریم اولین محصول رو با هم دیگه. ببینید دوربین چرا رفته پایین. خب بچه ها ما اولین محصول رو آوردیم، میکسر سانی هست اگه اشتباه نکنم. بچه ها این برند فکر کنم اگه اشتباه نکنم مال 15 یا 25 الی 30 سال پیش تو که ایران بوده و ترکیده حاجی. و طبق چیزی هم که یارو بهم گفت که سوختم و حالا امتحانش میکنم که ببینم کار که ولی فکر نکنم دارش خیلی خرابه. هم از میکسرشه بچه ها که این تهش در اومد متازم داشت تستش کردیم. این تهش این سیاهاش در اومد بچه ها متاسفانه باز و بره سر جاش. شکسته مثل که درست نمیشه. ما یه دونه از این صافی ها خریدیم. از صافی نمیگم سینی خریدیم بچه ها ما اینجا و نه همین سینی خریدیم. قوری اصل آلمان حاجی. این چیزی که طرف ما گفت اصل آلمان ولی خب گو میخوره مثل سگ. مید این چین. خواستم قیمت یه پیزا از من گرفت بابت همین یه دونه قطری آلمانی چینی البته. عالی. آقا رفتیم زودپز خریدیم. زودپز کجاست؟ زودپز ساخت ایران اصفهان دیگه. زودپز اندیشه نجف آباد اسم یه روستا تو کرمانشاه نیست احیانا. محمد ربانیان این فکر کنم محصولم بچه فکر کنم اگه اشتباه نکنم ما 30 سال پیش باشه که آقا اجداد ما اینا استفاده میکنن. سودپز دیگه چیز واسه نمایش وجود نداره حاجی. و اما میشه سر وقت اصل کاری، یعنی گوشی موبایلی که برای اولین بار در تاریخ ایران کارتون داره. فکر کنم بابت همین کارتون هم فکر کنم 300-400 از من اضافه گرفت ولی خب حالا بمانه دیگه. و بچه اینو بخوام بهتون بگم بازرگانی ایران کارتونش هم خیلی نوعه. نمیدونم من فکر میکردم اینو ساخته کجاست. مید این ویتنام. بچه گوشه ویتنامه. گلکسی A15
هستشو و بچه اینم از اصل کاری حاجی. اصل کاری رو شما بگیر و اینم از اینه بچه ها و حاجی گوشی روشن میشه. ببین تصویر زمینه رو حاجی عکس پیگانش از هرده تصویر زمینه فقط داشته باش. ببین مال هر کس بوده و بچه خوب مال خودش هم بوده. اینم بگم دزدی نبوده مال خودش بوده حاجی. مال خودش تو ذهن مریضی داشته که عکس پیکان 76 رو گذاشته. یعنی پیکان پیدا میشه، فکر نکنم پیدا بشه. و اما بچه این گوشی که من بخوام بهتون بگم این بود که رمز میخوره همه چیش بچه اصله حاجی. یوتیوب داره، یوتیوب موزیک داره، البته یوتیوب استودیو، یوتیوب استودیو اصلا تو کیه ایران پیدا نمیشه حاجی، نصب نمیشه اصلا. ولی خب همه چی داره حاجی. من رفتیم پیاماشو خوندیم مثل که با زنش دعوا شده بود و حالا یه سری الفاظ رکیک مثل کسته چیز حالا بماند دیگه، چیز ولش کن دیگه. سری صحبت بد با زنش مثل که داشته و گفته که اگه امشب بیای خونه نه و عالی اصلا. بچه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و تمام.